شمال شرق، شیروانیان و لزگی ها در قفقاز و کردها در غرب و شمال غرب. سرزمین هایی که افغانستان امروزی را تشکیل می دهند به ویژه قندهار، هرات و کابل عمدتاً میان ایران صفوی و هند تیموری واقع بود. افغانها برخلاف اکثریت ایرانی ها سنی اند و شیعیان اکثراً در غرب افغانستان امروزی متمرکز شده اند. شورش آتی افغانها فصلی دردناک از تاریخ ایران را تشکیل می دهد. فصلی که تا مغز و استخوان انسان را به لرزه در می آورد. در سال 1110 هجری قمری طوایف بلوچ در جنوب شرق ایران دست به شورش زدند و خیلی زود شروع به تاخت و تاز در منطقه کرمان کردند. شاه سلطان حسین گرگین خان شاهزاده گرجی را مأمور سرکوب شورش کرد. گرگین وظیفه خود را انجام داد، اما نگرانی از تهدید بلوچ‌ها او را واداشت در کرمان بماند. گرگین محق بود، زیرا بلوچ‌ها در سال 1115 هجری قمری دوباره حمله کردند، اما این بار آنها به قندهار در شمال شهر یورش بردند. گرگین یک بار دیگر بلوچ‌ها را متفرق کرد و قندهار را نجات داد. گرگین که قبلا به مقام بیگلر بیگی گمارده شده بود وارد قندهار شد و به انجام وظیفه پرداخت. او که سر آورد. شاه قورچیباشی سالخورده‌ای به نام محمد زمانخان را به فرماندهی ارتش دیگری برای نبرد با میرویس گمارد و راهی کرد. زمانخان و لشکرهای از خراسان و قاجارهای از سرآباد همراهی می‌کردند که تدارکات و توپ زیادی به همراه داشتند. این نیروی نظامی برای گردآوری نیروی بیشتر در بستام توقف کرد، اما اوضاع باز هم وخیم‌تر شد. زمانخان به مرگ طبیعی درگذشت و حاکم هرات نیز به قتل رسید. ارتش صفوی از نیمه راه قندهار بازگشت. خبرهای ناگوار رسیده با خبر حمله ازبک‌ها کامل شد. ازبک‌ها به سرکردگی شیرغازی خان با استفاده از فرصتی که آشوب قندهار به وجود آورده بود در سال 1717 میلادی به خراسان هجوم بردند. صفیقلی خان به فرماندهی ارتش جدیدی گماشته شد تا خطر ازبک‌ها را دفع کند. او در اولین جنگ خود از ازبک‌ها شکست خورد، اما با رسیدن لشکرهای زبده قاجار از استرآباد ازبک‌ها شکست سختی خوردند. صفیقلی خان در این زمان راهی هرات شد تا ارتش خود را برای جنگی بزرگ با میرویس آماده کند. این ارتش متشکل از لشکریان بسیاری بود، از جمله قاجارهای استرآباد، نیروهای خراسان، مرو، نسا، سرخس، ابیبرد و زورآباد. وقتی نبرد با خلجایی ها آغاز شد، لشکرهای قاجار و کرد به سبب دشمنی با صفیقلی خان از وی حمایت لازم به عمل نیاوردند. عدم حمایت کردها و قاجارها در این لشکرکشی باعث شکست فاجعه بار لشکر قزلباش و قتل پسر صفیقلی خان فرمانده آنها شد. در این زمان خلجایی ها حمله اصلی خود به صفوف صفویان را شروع کردند. صفیقلی خان کشته شد و سپاه صفویان از هم پاشید. وقتی اضطراب و بی‌نظمی مانند آتش در بین صفوف سربازان گسترش یافت، قاجارها اردوگاه صفوی را غارت کردند و راه بازگشت پیش گرفتند. دیگر افراد باقی مانده که همه چیز را از دست رفته می‌دیدند، فرار را برقرار ترجیح دادند. آن زمان که خبر شکست سپاه ایران به سراسر کشور رسید، افاقنه سنی مذهب عبدالی در هرات دست به شورش‌های پراکنده زدند. دامنه تاخت و تازهای آنان تا حوالی مشهد کشیده شد. میرویس خلجایی در سال 1715 میلادی جان سپرد، اما مرگ او به سود ایران تمام نشد. میرویس دو پسر داشت که ارشد آن محمود 18 ساله بود، اما طبق سنت خلجایی ها برادر برای جانشینی مستحق‌تر شمرده میشد و با توجه به سن کم محمود مقام ریاست به برادر میرویس میر عبدالله رسید. او روشی مسالمت آمیز با اصفهان در پیش گرفته بود. محمود پسر میرویس عمویش را متهم به خیانت کرد و او را در سال 1717 میلادی به قتل رساند. پس از آن محمود رئیس خلجایی ها شد. او مصمم بود آنچه را که پدرش آغاز کرده به پایان برساند.
جهاد علیه اصفهان. محمود تابستان سال 1719 میلادی حمله به اصفهان را آغاز کرد. او ابتدا وانمود کرد به ابدالی‌های هرات در شمال حمله می‌کند، اما به جای آن به سوی جنوب غرب به سیستان و بلوچستان لشکر کشید و از آنجا وارد کرمان شد. شمار افغانی‌هایی را که در این عملیات شرکت داشتند به دشواری می‌توان برآورد کرد. مورخین غربی با توجه به منابع ایرانی تعداد آنها را 10 تا 11 هزار نفر دانستند و مورخین امروزی تعداد بسیار بیشتر 50 تا 100 هزار نفر را عنوان می‌کنند. با وجود مقاومت اندک، اقامت موقت محمود در کرمان اقامتی خونین بود. بناها آتش زده شد و جسد شهروندانی که بیگناه به قتل رسیدند در کوچه و خیابان به حال خود رها شدند. منابع ایرانی و غربی در اینجا که چرا محمود پس از 9 ماه کرمان را به مقصد قندهار ترک کرد اختلاف نظر دارند. از این همه که بگذریم، اصفهان مقصد نهایی او بود. به نقل از منابع ایرانی ارتش محمود از سپاه لطفعلی خان والی فارس شکست خورد و محمود و مابقی افرادش مجبور به عقب نشینی شدند. مورخین غربی با این گفته موافق نیستند. لکهارت معتقد است شورش قندهار دلیل ترک کرمان بود. اواسط سال 1720 میلادی پس از رفتن محمود، صفویان دوباره به کرمان بازگشتند و والی جدیدی به نام رستم محمد شادلو شروع به تقویت استحکامات ارگ کرمان کرد. با یک سوءظن احمقانه فتحعلی خان وزیر سلطان و خویشاوند لطفعلی خان به اشتباه خائن خوانده و به دستور شاه کور گردید و به دنبال آن لطفعلی خان نیز که مشغول جمع‌آوری سپاه برای فتح قندهار بود از سمت خود برکنار شد. این اتفاق احمقانه، یعنی برکناری سردارانی که موفق به شکست افغانها شده بودند، موجب شد دیگر هیچ سردار بزرگی حاضر به کمک به شاه صفوی نشود. با بی‌ثبات شدن اوضاع ایران در شرق و عزل لطفعلی خان با کفایت، محمود تصمیم گرفت بار دیگر به اصفهان حمله کند. این بار سپاه او شامل بلوچ‌ها و هزاره‌های فارسی زبان مغول تبار بود. در ظاهر ارتش ایران هنوز پر ابهت به نظر می رسید. آنها در مقام حرب می توانستند 180 هزار سرباز برای خدمت فرا بخوانند. حدود 120 هزار سوار نظام و 50 هزار پیاده نظام و 10 هزار تن سرباز دیگر از جمله توپچی‌ها، لشکرهای طوائف و ایالتی می توانستند بیش از 100 هزار سرباز کمکی برای پشتیبانی از ارتش در موارد بحران وارد میدان کنند. اما ارتش صفوی در این زمان فقط شبحی از گذشته خود بود. دستگاه دولت صفوی و نخبگان نظامی مطمئن بودند که ایران نمیتواند با رهبری شاه سلطان حسین بی‌کفایت و سست عنصر ذخیره عظیم سربازان و لشکرهای طایفه‌ای خود را بسیج کنند. به گفته مروی، صفویان حداکثر میتوانستند 60 هزار سرباز برای مقابله با محمود جمع کنند. این تعداد باز هم بیشتر از مهاجمان افغان بود که به گفته مورخان غربی تعدادشان به 10 تا 11 هزار تن میرسید. با این حال برتری تعدادی اهمیت زیادی نداشت، زیرا نیروهای ایرانی مشکلات متعددی داشتند که از کارایی نظامی آنها به شدت میکاست. محمود در تابستان 1721 میلادی پیشروی به سوی اصفهان را آغاز کرد. اوایل پاییز به کرمان رسید و شهر را محاصره کرد. تلاش محمود برای حمله مستقیم به ارگ به دلیل تقویت استحکامات شهر با شکست مواجه گردید. محمود در این حمله 1500 نفر تلفات داد. او توپ برای محاصره نداشت و سنگین ترین سلاح گرم وی همان زنبورکی بود که روی شتر هم میشد که در محاصره کارایی چندانی نداشت. محاصره تا اواسط زمستان طول کشید. در این زمان تعدادی از لشکریان محمود جنگ را رها کرده و راهی قندهار شده بودند. حدود 1 ماه بعد مصالحه صورت گرفت. ارگ کرمان حاضر شد در ازای ترک محاصره شهر مبلغی به محمود بپردازد. محمود با خوشحالی پذیرفت و راهی یزد شد. شهر یزد دروازه‌های خود را بر روی محمود بست. یزد نیز به اندازه کرمان سرسخت از آب درآمد. تلاش افغانها برای حمله به استحکامات یزد با تلفات زیاد دفع شد. بار دیگر نبود توپخانه برای محاصره و ترس از دست دادن افراد بیشتر باعث چشم‌پوشی او از شهر یزد برای هدف اصلی او، یعنی فتح اصفهان شد.
نکته عجیب این که این سردار افغان اصلا نگران خطوط پشتیبانی پشت سر خود نبود و حتی فکر نمی‌کرد ممکن است نیروهای از یزد و کرمان به او حمله کنند. در حقیقت محمود اصلا سردار با سواد آینده نگری نبود. او جنگجویی جسور بود که از خوش اقبالی با یکی از ضعیف‌ترین شاهان تاریخ ایران مواجه شده بود. محمود اواخر زمستان به نزدیکی روستای محمود آباد در 36 کیلومتری شمال شرق اصفهان رسید. با پیشروی افغانها رهبری نظامی ایران 2 برنامه دفاعی در برابر حمله آنها طرح کرد. برنامه اول که یکی از لایق‌ترین فرماندهان ارتش به نام محمد قلی خان اعتمادالدوله از آن پشتیبانی می‌کرد عبارت بود از سازماندهی مقاومت در داخل شهر به دست ارتش با پشتیبانی اهالی مسلح و واداشتن افغانها برای درگیری رو در داخل شهر که باعث تلفات زیاد افغانها میشد. در مقابل سید عبدالله مشعشعی والی خوزستان پیشنهاد کرد ارتش بیرون اصفهان صف بکشد و با افغانها در فضای باز مقابله کند. مشعشعی در طول جنگ شخصا سوار نظام زبده خوزستان را هدایت میکرد. در نهایت نظر مشعشعی غالب شد و برای افزایش تعداد سربازان تلاش‌هایی صورت گرفت. به ذخیره عظیم جنگجویان ممتاز زورخانه‌ها یا همان مدارس فنون رزمی ایران توجه نشد.